اگه داری میری پایین نهم، این پوست رو از دست نده. مجموع اعداد طبیعی. عددهای طبیعی عددهایی هستن که از 1 شروع میشن، 1 2 3 4 5 و تا مثبت بی‌نهایت ادامه دارن. عددهای طبیعی فرد عددهایی هستن مثل 1 3 5 7 9 و به همین ترتیب ادامه داره. عددهای طبیعی زوج 2 4 6 و 8 رو به همین ترتیب ادامه داره. اما عددهای حسابی همون عددهای طبیعی هستن با این تفاوت که از 0 شروع میشن، یعنی 0 1 2 3 4 5 و به همین ترتیب ادامه داره. اما عددهای صحیح همون عددهایی هستن که روی دماسنج هم میبینید، یعنی عدد 0 نه مثبت هستش نه منفی. اعداد بالای 0 که مثبت هستن مثل مثبت 1 مثبت 2 مثبت 3 و به همین ترتیب ادامه داره و اعداد پایینتر از 0 که منفی هستن، منفی 1 منفی 2 منفی 3 و به همین ترتیب ادامه داره. اگه داری میری پایین نهم، این پوست رو از دست نده. مجموع اعداد طبیعی. عددهای طبیعی عددهایی هستن که از 1 شروع میشن، 1 2 3 4 5 و تا مثبت بی‌نهایت ادامه دارن. عددهای طبیعی فرد عددهایی هستن مثل 1 3 5 7 9 و به همین ترتیب ادامه داره. عددهای طبیعی زوج 2 4 6 و 8 رو به همین ترتیب ادامه داره. اما عددهای حسابی همون عددهای طبیعی هستن با این تفاوت که از 0 شروع میشن، یعنی 0 1 2 3 4 5 و به همین ترتیب ادامه داره. اما عددهای صحیح همون عددهایی هستن که روی دماسنج هم میبینید، یعنی عدد 0 نه مثبت هستش نه منفی. اعداد بالای 0 که مثبت هستن مثل مثبت 1 مثبت 2 مثبت 3 و به همین ترتیب ادامه داره و اعداد پایینتر از 0 که منفی هستن، منفی 1 منفی 2 منفی 3 و به همین ترتیب ادامه داره.